دیهه‌ام پتخین عجایب نازنین، هست خود یک جنتی روی زمین. آسایشگاه دکتر طاهری یکی از بهترین منظره ها، باد و هوای تازه، آسمان صاف و بی‌غبار، گیاهای شفابخش بسیار به شما حلاوت و حضور می بخشند. عصبها آرام، چطوری که لایق بزرگوار گفته است، دویدیم و دویدیم و دویدیم، به گورستان رسیدیم و رسیدیم. امروزها بسیار آدم ها در تکاپوی زندگی آرامش ندارند، به بیماری های گوناگون گرفتار می شوند. بعد به تمام بیمارخانه های جمهوری و بیرون از کشور سفر میکنند، که سلامتی خود را برقرار کرده نمیتوانند. سلامتی در دست خود هر یک انسان، طبیعت و خدا هست. اگر در همین طبیعت شما سیر و گشت کنید، از میوه ها استفاده برید، آنچه که خدا داده است، شما می توانید عمر خود را دراز کنید، سلامتیتان را برقرار کنید. تمام داروها در طبیعت است. آلو، سیب، بیهی، طبیعت زیبا. آسایشگاه دکتر طاهری از همین سال 2024 تمام سال کار میکند. خواهشمندهای قبول میکند. میتوانید مراجعت کنید، آماده استراحت کنید، سلامتی خود را برقرار کنید. در اینجا درس های آموزشی یاد گیرید. برنامه این آسایشگاه 100 سال عمر دیدن و بیمار نشدن است. آدمان از بیماری نه از نادانی میفهمند. اگر شما درس های دکتر طاهری را منتظم اجرا کنید، از پی سلامتی شوید، حتما 100 سال عمر میبینید. مرحمت به آسایشگاه دکتر طاهری برای برقرار کنی سلامتی و دراز عمری. سلامت باشید، عمری دراز بینید، بیمار نشوید.